بریم با هم میکاپ کنیم واسه دانشگاه. اولیش ضد آفتاب میزنم، بعد از یک کرم پودر سبک روزانه استفاده میکنم. ژل ابرو دفکتور رو خوب به ابروهام میزنم و برای اینکه تا شب ثابت بمونه و تکون نخوره اینطوری محکم با دست فشارشون میدم. از یه سایه توناژ قهوه‌ای واسه پشت پلکم استفاده میکنم که هم پف چشمو میگیره، هم به چشم بعد میده و خوشگل‌ترش میکنه. از یک براش سرتخت و سایه قهوه‌ای تیره برای خط چشم کشیدن استفاده میکنم که هم دخترانه تره، هم مناسب تره برای دانشگاه. حسابی ریمل میزنم. ریمل زدن مهمترین کاره به نظرم، چون خوشگل‌ترتون میکنه. از یه تینت به براش رژگونم میزنم و اضافهشو کف دستم میگیرم تا توی صورتم لک نندازه. بعد به بینیم، گونه و چونم میزنم که آفتاب سوخته تر میشه. از همون تینت به لبم میزنم و بعد از یه لوز پادر به صورتم میزنم و برق صورتمو میگیرم. میتونید از یه لیپ گلاس هم استفاده کنید و تمام. اینم یه میکاپ ساده و شیک دخترونه.